سلام بروی ماهتون، چطورین بچه ها؟ من یه پستی گذاشتم و یه سری اومدن کامنت گذاشتن، اعتراض کردن در مورد خانم گوگوش و مصاحبه‌ای که کامبیز با امیر قاسمی داشته. اولا که من شخصیت امیر قاسمی رو نمیپسندم، نمیدونم، انرژی خوبی ازش نمیگیرم، چون بسیار آدم پرحاشیه‌ایه و لذت میبره از اینکه همه رو با هم بد کنه، همه رو تحقیر کنه و نگاه بالا از پایین داره. و خیلی دوست دارم یه مصاحبه یه روز انجام بشه و یه نفر عین خودش که عین بازجو میشینه جلوی مخاطبش بشینه و مسائل شخصیشو ازش سوال کنن و رو کنن. ما هم خیلی مشتاقیم بدونیم. ولی در مورد خانم گوگوش من تو کامنت هام جواب بعضی از بچه ها رو دادم. مسائل شخصی خانم گوگوش، مادر خوبی بودن نبودن، همسر خوبی بودن، چند تا ازدواج داشتن، به من هیچ ربطی نداره. من از این صدا کلی خاطره دارم، با این موزیکا عاشقی کردم، بهترین دوران زندگیمو گذروندم و لذت میبرم. حتی اگه یه روزی بگن گوگوش هیچ صدایی نداره برای خوندن، من خودم شخصا میگم اگه یه صندلی بذارن روی اون جایگاهی که ایشون کنسرت اجرا میکنه، فقط بشینه، سکوت کنه و پلی کنن موزیکاشو، بازم میگم که هزاران نفر مشتاق دیدن این صورت زیبا هستن. چرا؟ چون ما خاطره داریم، الکی که نیست حالا یک کامبیز بیاد بشینه. اولا که یه پسر 60 ساله هنوز میگه، هنوز نشسته از خاطرات کودکیش میگه. بابا آدمایی هستن که نه مادر معروفی داشتن، نه مادر محبوبی داشتن، نه جایگاه گوگوشو داشتن، نتونستن مادری ببینن از مادرشون. یه مادری داشتی که توی جایگاه و لول خاص اجتماعی بوده، خودش هم کودکی سختی رو گذرونده و چقدر زشته که بچه خود آدم از دشمن تر بشه. گلایه‌ای هم اگه هست، به نظر من ایشون با مادر خودش بد داشته باشه و پدر خودش که فقط میگفت مادر. از پدرش هم من فکر میکنم چیزی که من دیدم خواسته آنچنانی نداره. آقای کامبیز اگر ذره‌ای از قدرت و قوی بودن مادرش رو به ارث برده بود، قطعا این همه سال تو کشور امریکا تونسته بود یه بیزینس بسیار موفق و پولسازی رو داشته باشه، نه اینکه به سن 60 سالگی بشینه جلوی مجری که فکر کنم اکثرا اصلا حس خوبی ازش نمیگیریم و از مادرش که میلیون ها آدم طرفدارشن. گوگوش صداش فوق‌العاده است، صورتش فوق‌العاده است، استایلش فوق‌العاده است، لوندیش فوق‌العاده است. یه پکیج کامله که خدا با عشق اینو آفریده. بازم میگم ازدواج‌های گوگوش، مادر